سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تسبیح فاطمه فی کل یوم فی دبر کل صلاة احب الی من صلاة 1000 رکعه فی کل یوم. نماز امام ششم، خوب دقت کنید، 1000 رکعت نماز، 1000 سوره فاتحه دارد. سوره فاتحه چیه؟ فهم این حدیث بسیار مشکله. سوره فاتحه همون سوره ایست که خاتم انبیا فرمود خدا بر من منت گذاشت که گنج عرش را بر من نازل کرد و اون کنز عرش فاتحه الکتابه، او را به من داد، یک طرف او را یک طرف قرآن را. فرمود لقد آتیناک، هر آینه محققا دادیم به تو 7 المثانی و قرآن عظیم را. سوره حمد اینه، اونم سوره حمد امام ششم. بعد در این نماز 1000 رکعته، در هر رکعتی فکر کنید علاوه بر حمد یک سوره از قرآنه. اون سوره سوره توحید اگر باشد که احب صور نزد اون حضرت، بر طبق نص صحیح ثلث قرآنه. بعد خود 1000 رکعت نماز میشه 333 و خورده ختم قرآن. نمازی که بعد منتهی میشه به رکوع، فسبح باسم ربک العظیم، بعد منتهی میشه به سجود، سبح اسم ربک الاعلی. بعد در هنگام سجود طبق نص صحیح باز اقرب از همه اعمال عند الله عبد، وقتی که سر به سجده میگذاره. نماز جعفر ابن محمد یک همچه نمازیه. اون وقت نماز با 1000 سوره حمد، نماز با 330 و خورده ختم قرآن، نماز با اون سجود و اون قرب به رب الارباب، همه این 1000 رکعت را گذاشت یک طرف. بعد فرمود تسبیح فاطمه زهرا نزد من از این 1000 رکعت محبوب تره. این معنای کلمه